سلام علیکم همدیران عزیز، مهاجران محترم. کانال ما نو است، دستگیری کنید با خبرهای تازه رو هر دم به سهم شما میرسونیم. پیش از همه گفتنیم که پروازهای چارتری از روسیه به تاجیکستان از دو شهر روسیه یعنی مسکو و سنت پترزبورگ تشکیل شده است و از 15 نقطه به فروش گذاشته شدند. می توانید از همین دو شهر شما چیپتا به طور یعنی نامنویس نشدن پیشکی دسترس نمایید. از 15 نقطه در دو شهر فروخته می شوند و همین خاطر نرخ هر یک چیپتا 395 یورو می باشد. سامان ایر یعنی به خاطر که به طور معمولی برنگشتند هواپیماها، این سببش به موافقه نرسیدن دو طرف می باشد بین تاجیکستان و روسیه. شاید در آینده آنها با موافقه برسند و پروازها خوب شود، به طور معمولی برگردد و نرخ چیپتاها باز کاهش می‌یابند. به گفته اکرام‌الدین سبحان‌زاده، رئیس آژانسی اویاسیون تاجیکستان. خدا حافظ. سلام علیکم. خبرهای تازه نو رو انتظار شوید. با کانال آبونه شدن رو فراموش نکنید.